چرا همیشه حالم بده؟ اینکه ما از لحاظ متافیزیکی چاکراهای مختلفی رو داریم که 7 چاکراهمون از چاکراهای اصلی محسوب میشه. اینکه ما اگه یکی از چاکراهای ما کم کار باشه یا پرکار باشه، ما از لحاظ روحی خیلی آشفته میشیم، خیلی حالمون بد میشه و این باعث میشه که ما همیشه توی سطح فرکانسی پایینی باشیم. مثلا اگه چاکراه جنسی ما که چاکراه 2 هستش، اگه این چاکرا خوب کار نکنه، ما نمیتونیم خلاقیتی رو داشته باشیم، هیچ انگیزه‌ای نمیتونیم داشته باشیم. یا اگه چاکرای گلوی ما که چاکرای 5 هستش، اگه به خوبی کار نکنه، ما نمیتونیم تموم خواسته هایی که داریم رو به کائنات ارسال کنیم تا کائنات بتونه مطابق با خواسته ما عمل کنه و خواسته ما رو برآورده کنه. ما باید در طول روز مدیتیشن هایی رو انجام بدیم و مراقبت هایی رو از خودمون کنیم که باعث نشه که چاکراهای ما دچار پرکاری یا کمکاری بشن. اگه کمکار یا پرکار باشن، ما همیشه حالمون بد میشه، همیشه فرکانس هایی که میدیم به عالم هستی از نوع فرکانس های سطح پایین هستش و ما همیشه چیزهایی رو جذب میکنیم که مطابق با خواسته ما نمیتونه باشه.